الله میگه و من ورایهم برزخون، در پیش رویشان برزخون حجاب است. زندگی که در بین دنیا و آخرت قرار داره عالم برزخ برش میگیم، او مدت عمری که در قبر انسان تیر میکنه. الی یوم یبعثون، تا روزی که از قبر زنده کرده شوند. تا وقت در عالم برزخ است. چی رقم از عالم برزخ؟ بجز از بعضی صفاتی از او که در حدیث بر ما نمایان شده دیگه ما در موردش فیصله و کیفیتش گفتن نمیتونیم. الله متعال میگه در قبر برای هر انسان، اگر منافق کافر است اگر مسلمان است، برش مکمل زندگی می اثر میشه، تعلق روح با کالبد بدن وابسته میشه. مومن کلکین جنت برش باز میشه، منافق و کافر کلکینای دوزخ است. الله متعال ما و شما را نگاه کنم. فاذا نفخ فی الصور، در آن وقتی که در سور دمیده شود، فلا انصاب بینهم، هیچ نسبا نمی باشه، نسبتا نمی باشه، نه پیر از مرید خبر داره نه مرید از پیر، نه استاد از شاگرد نه شاگرد از استاد، نه پدر و مادر از اولاد نه اولاد از پدر و مادر، نه برادر از خواهر نه خواهر از برادر. یوم ازین در روز نسابا نمی باشه، نسبتا نمی باشه. ولا یتساءلون، یکی از دیگه سوال هم نمیکنه که چی درد و تکلیف داری که یکمی قدت کمک کنم. نه هیبتی او روز کلگی را وادار به جان خود ساخته می باشه، خود به خود. در اینجا میگن این سوالام نیسته و نسبتام نیسته. اینجا خود نسبتا نیست، هر کس غم خود داره، عقیده و عمل خودش. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم میگه فاطمه رضی الله عنها را که فاطمه بخی که من تو را چی نجات داده نمیتونم از عذاب الله متعال. و تو روز میآید. این مراد کدام حالت است؟ بعضی علما میگه که چیست؟ امی اول دفعه که سور دمیده میشه که مردم بیهوش میشه، امی قول راجح هم است. حالی نسبتا کسی اج نیست و کسی از کسی سوال نمیکنه. در دیگه جایی که سوال میکنه اصحاب جنت اصحاب دوزخ در سوره اعراف تیر کردیم. او بعد از داخل شدن در جنت و در دوزخ پس از او سوالات صورت میگیره. یا است که مراد از سوال پرسان کمک است، یکی از دیگه کسی پرسان کمک نمیکنه. فمن ثقلت موازینه، عالی حالات اعمال است. کسی که گرنگ شده موازینه، وزن و حسابش یعنی اعمالش ایمانش عالی گرنگ شده، فاولئک هم المفلحون، این همی مردم ها کامیاب و رستگار هستند. ترازوی اعمالش گرنگ شده در مقابل گناهایش، یا کامیاب هستند رستگار هستند. و من خفت موازینه، کسی که سبک شوه وزن اعمالش یا اعمال نیکش، فاولئک مردم ها الذین مردم هستند خسیروا انفسهم، که تاوانی ساخته بود نفسای خود در دنیا، به جای از اینکه الله این سرمایه را برش داده بود، تمام استعداد و قابلیت و اعضا و ایگپا و متا مال و متاع دنیا را که از این استفاده بکنه، لیکن یا گرفتن کلش ضایع کرد، کل سرمایه را از دست داده. یا تاوانی ساخته نفسای خدا فی جهنم، در جهنم می باشه خالدون همیشه. تلفح می سوزانه وجوههم النار، روی های از یار آتش. و هم فیا کالحونی، مردم ها دو بد شکل می باشه. روی آدم که بسوزه چطور بد شکل میشه؟ الم تکون آیاتی، گفته میشه برای از یا مکالمه الله شروع میشه. الم تکون آیاتی، آیا نبود آیاتی دلایل کافی و روشن که سبب وسیله برای فهم شما میشد؟ آیا نبود آیاتی ما تطلا که تلاوت کرده میشد علیکم بالای شما؟ فکنتم، شما بودی بها به آیات ما تکذبون، مسلسل نسبت دروغ میکرده، هیچ توجه برش نمیکرده، فکر میکرده همین دنیاست، همین جوانی است، همین ناز و نعمت است. قالو، او جمع فاما حقیقت درک میکنه، میگه ربنا پروردگاری ما غلبت علینا شقوتنا، غالب شده بالای ما بدبختی ما. بدبختی در کجاست؟ الله به کلگی اسباب فراهم کرده، اسباب خیرم اسباب شرم کلگی وجود داره. انتخاب در پیش توسته انسان، کدام مسیر انتخاب میکنی، چی کار میکنی. بله الله برات چشم داده، لیکن توسط چشم چی باید بکنی؟ در نامحرم در زنی اجنبی سعی میکنی، در غلط جای سعی میکنی، یا قرآن سرش میبینی تلاوت میکنی. بدبختی در اینجاست که اسبابی که الله برات داده او را غلط استعمال کرده. و کنا قوما ضالین، ما بودیم قوم گمراه، ما خودی ما گمراه بودیم. اونجا اعتراف میکنه الله تو اسباب بر ما داده بودی، لیکن ما غلط استفاده کردیم از دست خود، از چشم خود، از گوش خود، از اون مال و متاع و منصب و
مرتبه که در دنیا برام ما داده بودی، کدام سرپرستی و کلانی که برام داده بودی غلط استفاده کردیم. ربنا پروردگار اخرجنا منها، آلی تقاضا هست الله ما راضی عذاب بکش. فإن عدنا اگر بازگشتیم به این گمراهی خود فإنا ظالمون، باز ما ظالم می بودیم، از حد تجاوز کردیم. قال الله برش میگه اخسئوا، دور شو. کلماتی که سخت سبب رنج از یا میشه. یک عذاب دیگه روانی. ولا تکلمون، سخن دیگه نگوی، ترکو خود دیگه. چرا؟ انه کان فریق، شما خبر نداری؟ همین شما آل بی همون مردمی که شما سرش ریشخند میزدید در کجاست؟ اما اسباب و وسایل برای از برابر شده برای شما. اون مردم ها در کجا رفتم، شما در کجا؟ انه سخن قانونی الله متعالی طور است. انه کان فریق، شان سخنی است یا قصه طور است. کان فریق بود یک جماعت من عبادی از بندگان ما، یقولون می گفتند در دنیا ربنا پروردگار ما آمنا، ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا بخشش کو برای ما، وارحمنا رحم بکو و انت خیر الراحمین، یقینا تو بهترین رحم کننده هستی. عاجزی میکردن، به نظام ما تسلیم، مکمل دعا میخواستن. اما مردم چی میکردی شما؟ فاتخذتموهم، شما گرفتی همون مردم سخریا و مسخره، ریشخند میکرده، او را حقیر میدانستی. حتی انسوکم ذکری، و شما آنقدر مشغول به مسخره از وا شده که حتی وقت تأمل و تفکرم پیدا نکردی که در مورد آخرت فکر میکردی. فقط تمام روز ریشخندی سری از وا ریشخندی میکردی. تا این اندازه را شما مشغول ریشخندی بودی. انسوکم که شما را فراموش ساخت، حتی انسوکم تا که فراموش ساخت سری شما، همین مشغول شدن شما در مسخره گیری و مسلمانا. ذکری از قرآن کریم ما، از اون نصیحت های ما که در قرآن برای تان داده میشود در مورد روز قیامت. و کنتم منهم تضحکون، شما بوده که بالایشان خنده میکردی. اینی جزایتهم الیوم، ما پاداش دادم امروز برایشان، بما صبروا، به سبب از او که صبر کردن. دین امو تو را دین است، دین صبر طلب داره. انواع اذیت ها را تو از هر طرف میشنوی، لیکن تو صبر بکن. هر وقت که اذیت ها متوجه شد بفهمی که دینت حق است. تا وقتی که مردم برای دی چیز نمیگه، هیچ چیز نیست، دینت حق نیست. حق بودنشون وقت معلوم میشه که مردم در مقابلت قیام کنه. الحمدلله راه و روشی که امروز شما میپیمایه، مردم چیست؟ در ضدتان قیام میکنه. اگر بدعت ها را بکنه، هیچ مردم قطعا خلاف نداره. و انهم هم الفائزون، الله میگه ما پاداش دادیم یاره امروز به سبب از اینکه صبر کرده بودن در مقابل آزار و اذیت شما، در مقابل پورا کردن اوامر الله و اجتناب از نواهی الله. انهم هم الفائزون، پاداششانی شد که یقینا همین مردم همیا کامیاب و رستگار هستند، اما چیزی که هدف داشتن نائل شدن. قال کم لبستم فی الارض، الله از پیشتان سوال میکنه چقدر رنگ تیر کردی در روی زمین؟ عدد سینین به شماری سالا بگوی. قالوا یا میگه لبسنا یوما او بعد یوم، ما در رنگ تیر کرده بودیم یک روز یا بعض یک روز. آها، در مقابل هیبتی سختی که در قیامت میبینه تمام عمر خدا یک روز یا بعضی روز فکر میکنه. باز میگه فاسأل العادین، شما سوال کنی از کسایی که شمار میکرد که او ملائک است، ما چی خبر؟ قال این لبستم، الله متعال برشان میگه شما در رنگ تیر نکردی الا قلیلا، خیلی کم. لو انکم، کاش که شما کنتم میبوده تعلمون میدانستی که این دنیا همی قدر قابل ارزش نیست. چرا که در مقابل روزگار آخرت حتی بسیار کم است، بسیار کم. حالی اگر یک نفر ما بگوییم که بیا برای یک ساعت تو را پاچای افغانستان میکنیم، خلاص او آدم خوش میشه. خب میگه یک ساعت بعد برای پاس پایین میکنیم، لیکن در افغانستان خوش میشه. خوب حکومتای عبوری و موقت تیر نشد، خوش شد. و دمو حکومتای عبوری بگوی جنایتکارا را خالد ابن ولید معرفی کرد. عجیب حکومتا و نظام است. دنیا برتان معلوم شد چه قدر است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، این راه دیگه برای بیداری است. تعجب نیست؟ انسان چرا فکر نمیکنه؟ آیا تو با این موجودی عجیب، این موجودی که مشتمل به تمام پرزاجات ناشنا در وجودیت است، تو را الله عبث پیدا کرده؟ این هستی جهان با این نظم و نظام این همونطور بی هدف است؟ چرا اینطور میکنی؟ فقط الله اکبر،
این حالات دنیا را متنوع انسان میبینه. کلش به خاطر عزیزته که یک لقمه را پیدا کو، شکمی تا پر کو، چیسته آب بنوش، خواب بکو. اگر هدفی کلی خلقت جهان هستی امی گپ باشه، خب باز هیچ معنا و مفهوم نداره، باز هیچ مطلب نداره. نه، به خاطر از این است هر انسان خط خود فکر میکنه که بله الله متعال این نظام جهان با این شگفتیش، با این عجایبش، با این نظم و نظامش گاهی هم به هدف پیدا نکرده. هدف چیست؟ انسانی که گل سری سبد کل جهان است این را امتحان بکنه، برای عبادت پیدا کرده که کی کامیاب میشه مستحق جنت و کی دوزخ. از او خاطر الله میگه افحسبتم انما خلقناکم، یا شما گمان کردی که ما شما را پیدا کردیم عبثا بیفایده؟ یک جمله کوتاه اما بسیار پرمعنا. این دلیل بالای میعاد است. چطور شده میتونه این جنوای سختی ها را مردم میبینه، ظالما مظلوما را؟ این حالاتی که در برما تیر میشه، در چچن تیر میشه، در مالیزیا تیر میشه، مسلمان ها میبینه. این ظالمای قدر ظلم میکنه، دنیا فقط همی چند روز باشه؟ کلا قطعا نه، قطعا نه. اگر این طور باشه خود دل آدم زرکف میشه که از ظالم انتقام گرفته نشه برای مظلوم. افحسبتم انما خلقناکم، شما گمان داری که ما شما را پیدا کردیم عبثا، خالی از حکمت، بیهوده، و انکم الینا لا ترجعون، یقینا شما به سوی ما بازگردانده نمیشی. همینطور است؟ نه. فتعال الله الملك الحق، الله برتر از آن است که نعوذ بالله جهان هستی را، این قدر جهان هستی را بیهوده پیدا کنه. فتعال الله، بلند و بالا، صلی الله الملکو که پادشاه تسلط داره، همه چیز در اختیارش است. الحق، ذاتی که حق است، هیچ کارش بیهوده، بی مصلحت، بی معنا نیست. پس این جهان هستی را بی معنا و بی مفهوم پیدا نکرده. و تو را هم لا اله الا هو، نیست معبودی بر حق بغیر از الله متعال رب العرش الکریم که پروردگار مالک متصرف عرش کریم عظیم است. عرش عظیم در اختیاری از اوست. سه قسم باز صفتای الله را در اینجا برای میعاد ذکر میکنه. اول صفت الله متعال اشاره به مالکیتش است، فتعال الله الملك الحق. دوم به ربوبیتش، چی نفی شرک، لا اله الا هو. سوم به ربوبیتش، رب العرش الکریم. وقتی یک ذاتی که طور صفتا را داره، کسی یک کاری بی هدف میکنه، نعوذ بالله کاری پوچو بی معنا و بی مصلحت میکنه، جاهل باشه، ضعیف باشه، ناتوان باشه، در ذات خود کمال نداشته باشه، الله متعال که تمام صفات کمال برای از او ثابت است، او اینطور جهانی هستی را بی فایده و بی مفهوم و بی معنا پیدا میکنه؟ کلا قطعا نه. و من یدعو مع الله اله آخر، کسی که طلب میکنه امرای الله معبودی دیگر در حاجات و مشکلات خود، در عبادتای خود، لا برهان له، که نیست دلیل برای از او، بیهی بالای همی شرکش، کسی که حاجتای خود طلب میکنه، عبادت میکنه غیر از الله معبودی دیگر که دلیل برش نیست بالای همی معبود بودن، فانما حسابه، یقینا حسابی مردکه عند ربی، بنزی پروردگارش است. الله از پیشش سوال میکنه به کدام سند تو عبادت میکردی؟ این نظر به نام سخی فاطمه و ابن عباس به نام بیبی که میکردی به کدام دلیل؟ نظر عبادت بود، حقیقی بود. بیبی امروز چی کرده؟ تو را پیدا کرده، ضرری تدفع میکنه، نفع برات میرسانه، چی میکنه؟ یا سخی صاحب، یا علی، یا فاطمه رضی الله عنهم، کدامش؟ انه لا یفلح الکافرون، یقینا قانونی الله متعالی است که رستگار نمیشه کفار. سری سوره با آخر سوره مکمل متناسب. اونجا رستگاری برای کی بود؟ مؤمنایی که اون صفتا را داشت. در آخر سوره گفت کافر رستگار نیست. از او خاطر از کفر و شرک دوری بجوی و امو صفتای ایمان پیدا بکو که رستگاری در اوست، در دیگه نیست. و قل رب اغفر، بگوی پروردگار بخشش کو، نمیتانی تمام حقوق الله را در مقابل نعمتای عظیمی که الله برات عطا کرده پورا کنی. میتونه؟ انسان بسیار کوتاهی و قصور داره، رای حلش از الله طلب مغفرت بکو، کوتاهی قصوری که کرده در عبادات الله، در شکر گزاری، ورحم یا الله سر ما رحم بکو، رحم بکن، نه تنها گناهیم کوتاهی قصور معاف شوه، دیگم برام توفیق بده که کارای نیک انجام بدم. و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کننده هستی
یا الله تو سر ما رحم بکن، بدون رحم تو هیچ کامیابی برآمد و دست آمده نمیتونه. اینی رای حصول است، انتهای عاجزی برای الله کردن.